بعد از چهارشنبه سوری داغی که گذشت و بهار باصفایی که تو راهه، خبر تو خبر داره براتون از مشت اول ولایت تو دهن اکبر کوسه که اولش با کلی دود و دم حکم حبس بچه کوسه رو اینجوری تو تیویریش آنتنی کرد. 15 اردیبهشت ماه سال 92 نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات میم ه برگزار شد و روند رسیدگی به این پرونده پس از 27 جلسه غیرعلنی اواخر ماه گذشته به پایان رسید و حالا سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم این پرونده خبر داده. حکم میم ه که چند روز پیش صادر شده بود قرار است امروز به دفتر وکیلش ابلاغ شود. دادگاه حکم میم ه را اعلام کرد. این فیگورای کشکی و اسم نبردن از بچه کوسه مال تیویریش داخلیه. وقتی کار به تیویریش انگلیسی زبان میرسه اسم و عکس خود سوژه که سهله، اسم و شغل باباش رو هم میگن. Son of former Iranian president to 15 years behind bars over a corruption case. Hashemi's father, Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, served as president from 1989 to 1997 and is currently the chairman of Iran's Expediency Council. عظما که اولش دور برداشته بود تا یه حالگیری اساسی از کوسه بکنه، میخواست پای همین حکم حبس رو خوب سفت کنه که اژه گوشخوار رو فرستاد تا محکم کاری کنه. حکم چند روز پیش صادر شده، مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم داده به حبس و بخشی هم که باز محکومیت داده در قسمت بعدی که اینجا هم باز به حبس حکم دادن و انفصال. در خصوص مسائل امنیتی هم قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم کردن. اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که کوسه با یک تک زنگ ماستخور سیدری رو چسبید که گوش اژه‌ای رو بکشه و با یک فقره عقب نشینی خبر قبلی اینجوری ماسمالی شد. دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد میم ه به جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. اخبار منتشر شده مبنی بر محکومیت 15 ساله حبس این متهم رد شد. اینطوری بود که معلوم شد تیغ عظما بیشتر از این نمیبره و اکبرشاه هم تو این جنگ و دعوای جناحی زیاد حال و حوصله این شوخی ها رو نداره. حالا همه این بکوبا در حالی صورت گرفته که جنگ گرگا از مرحله بزن هم گذشته و کار داره به جاهای باریکتر میکشه. علی آقا مطهری پا شد بره یه شهری واسه سخنرانی، بعد این وصف بی‌مثال رو سرش آوردن. این راننده تاکسی بیچاره چه گناهی کرده شب عیدی کلی خرج ماشین نوش میشه الان. وقتی این وضعیت جرواجر با شمارش معکوس ضرب العجل همزمان میشه، اون وقت اولین چیزی که به فنا میره روحیه بسیجی هست. به خاطر همین طبق معمول تنها چیزی که به مغز ناقص عظما میرسه عربده کشی دریایی و جا زدن یک کشتی دیگه به جای ناو هواپیما بره. و حالا دماوند میخواهد سینه ستبر کند و دل به دریا زند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و متخصصان سازمان صنایع دریایی آن با 400 مرکز علمی و دانشگاهی خالق اثری ماندگار در صحنه دفاع و در پهنه دریا شدند. ناوشکن پیشرفته بالگردبری که 100 متر طول دارد. بله، همه نخبگان زمینی و دریایی نظام عقلشون رو گذاشتن رو هم تا ته خط این لگن رو درست کنن که با 100 متر طول فقط یک تکلول داره که از پس دفاع از خودش هم بر نمیاد، چه برسه به دفاع از آبها. حالا راستی کدوم آبها؟ دماوند در بزرگترین دریاچه جهان خزر کار خود را آغاز کرد
اتاق جنگ، رادارها، سیستم‌های هوشمند دفاعی و سامانه‌های موشکی دماوند رقیب سامانه‌های بروز جهان است. اینجاست که باید به عظما گفت ترشی نخوری یه چیزی میشی. رقیب سامانه‌های جهان رو انداختی تو خزر که باهاش خاویار صید کنی. آخه خزر که به هیچ آب آزادی راه نداره که. باز میخوای الاغ و جای وانت رنگ کنی تحویل بسیجیا بدی؟ این مشنگ عمامه‌دار اومده توی تیبیریش تا واسه ملت نسخه چینی به پیچه و بگه هر بلایی سرتون اومد حرفی نزنید و اعتراضی نکنید. توی سایتم یه خاطره رو از چین نوشتم 5 سال پیش 2010 از رفتم شانگهای، ردیف آخر طیاره صندلیمون بود. یه جمله خیلی واضح چینی رو این خلبان گفت، مثلا چین چنگ چون چیزی گفت، موتور هواپیمام خاموش کرد. شما هم داخل بودید؟ من داخل بودم، نفهمیدم چی گفت. سر صدایی و بعضی دستشون زیر سرشون خوابیدن 2 ساعت و خورده‌ای. یک نفر من ندیدم بلند شه، یه نفر ندیدم بیتابی کنه، یه نفر ندیدم غر بزنه. بعدم دوباره یه عبارتی شبیه همون عبارت گفت، روشن شد و روشن شد پرید رفت شانگهای. زبون دیگه هم نگفت که بشه حد زد. ما فکر میکنیم اگر بیتابی نکنیم آدم بیکلاسی هستیم، اگر بیتابی نکنیم داره به ما ظلم میشه و ما انسان مثلا ضعیفی هستیم. بعد هی خودمون رو بیتاب میکنیم، دور و بریامون رو بیتاب میکنیم. خب با بیتابی تو هواپیمایی که الان تو آسمون رو فرودگاه تو زمین نیست یا امکان پرواز نداره که فراهم نمیشه که. درست. فقط به خودش آسیب میزنه. این هم یک دستورالعمل ولایی برای سپری کردن تعطیلات عید. این اومدن ها و نشستن ها و خندیدن ها و شوخی کردن ها و خدایی نکرده شأن شما عجله از این حرف هست. خدایی نکرده چه میدونم مختلط بودن مهمونی ها و محرم نامحرم رو توجه نکردن و اینها گذراست و هیچ برکتی برای ما، هیچ زمانی برای خوب بودن سال ما نمیتونه بیاره. حالا میریم تو جلسه درس این مشنگ فسیلی که داره به آخوندهایی که هر روز تو خیابون سر کار میرن یاد بده که چی کار کنن. تاکسی به یه آخوندی اهانت کرده بود، عقب اون رو که سوارش کنه. آخوندم نمیدونست، خوشحال شد، گفت الحمدلله این آدم خوبیه، من میخواد سوار کنه. گفت آمدم بهت بگویم که سوارت نمی کنم. عقب اومده که فقط به این چی بگه؟ آمدم بهت بگویم سوارت نمی کنم. اونم از اون زرنگا بوده، آخوند مثل من نبوده، خیلی زرنگ بازاری. میگه منم بهت میگویم از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشویم. از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشویم. البته ناگفته نمونه که اون چیزی که آخوندا سوارش شدن اسمش ماشین ولایته که این روزا بدجوری پنچر شده. یکی از علائم پنچری ولایت اینه که گروگانگیرهای سابق پیرو خط امام هم دیگه برای امامشون تره خورد نمی کنن. مثل این گروگانگیر سابق که الان تو دولت شیخ وری برای جام زهر له له میزنه. برای این نحوه مواجهه با بحث رابطه با آمریکا، کلا با بحث مناسبات بین ایران و آمریکا، دیگه اینها در اختیار دانشجویان که نبود. طرز فکر لزوما دانشجویان مورد توجه نبود تو این مناسبات و دانشجویان نقدهایی هم داشتن متفاوت دیگه ای داشتن که شاید میشد یک جاهایی مسائل رو متعادل کرد، یک جاهایی میشد واقعا با حفظ منافع ملی و مصالح ملی به گونه دیگه این مسئله رو ادامه داد. خب چه میشد همون موقع به حضرت امام منتقل میکردین نظرات رو؟ نکردین؟ چرا میکردن؟ دانشجوها این بحثا رو داشتن که اصلا چگونه باید
این مسیر رو ادامه داد؟ چه راهی باید؟ من پاسخی از این نمیدادن جهت خب به هر حال ایشون هم دیدگاه خودشون رو داشتن. چرا و حالا توجه شما رو به یه چشمه از دریای عطوفت این الهه حقوق بشر جلب می‌کنیم که هفته گذشته قیچی شد و به جاش یه الهه جدید آوردن. انبوه آدمایی که قانون رعایت میکنه اگر درگیری میکنه محکم باید با برخورد کنه. این حالا انشاءالله ما دنبال شلاق زدن و اینا هم نیستیم، میخ و فلک و دنبال دوره شما ساقه نکنیم قدیما و اینا مدرسه. خدا بزنه تو کمر دروغگو. این هم پرده برداری از بدشانس ترین بازیگر همه تلویزیونا که باید نقش یه هیولا رو اونم با همه ابعادش بازی کنه. که من بتونم ابعاد برجسته شخصیت ایشون رو که اصلا به این راحتی نیست واقعیت امر. ایشون شخصیتیه که میتونم بگم کره زمین رو در قرن 20 تکون میده. این هم سناریوی یکی از سکانس های مهیج این فیلم از زبون حاجی بالیوودی. یکی از دوستانی که خیلی با امام رضوان الله تعالی علیه معنوس بودن، الانم قوم هستن، 7-10 سال تو جماران خدمت امام بود و بود امام بعد از 60 سال زندگی با همسرش ایشون میفرمودن که گاهی من خدمتشون برسنم آج خانم کاری داشتن یا امام کاری داشتن، از یه در که میخواستن برن بیرون به هم تعارف میکردن. امام میفرمود به خانم شما بفرمایید، گفت ندیدیم امام به حاج خانومش امر کنه، ندیدیم عرض میکنم که بدخلقی کنه، بسیار صمیمی بسیار. ایشون میفرمود که یه وقتی امام نهار که میخوردن مقید بودن با همسرشون نهار بخورن و حتی جلسات شورای عالی دفاع که سران مملکت بودن خدمت ایشون تشکیل میشد، موقع نهار یا غذا امام بلند میشد، من با خانواده نهار میخورم و مقیدم بودن سر 1:45 بعد نماز و تعقیبات، چون 2 هم باید اخبار گوش میکردن، 2 و 10 دقیقه میخوابیدن، 3 و نیم هم قدم میزدن. ایشون میفرمود یه روز امام نشستن سر میز 2 نفره بود ساده که حاج خانم هم بیان برای غذا، به ایشون گفتن ایشون نیستن، رفتن منزل مرحوم شهید بهشتی سر بزنن به خانواده شهید بهشتی، شما غذاتون رو میل کنید چون تا برگردن تو اون ترافیک تهران دیر میشه. خودشون هم پیغام دادن، حاج خانم گفتن به امام بگید نظم کاریش به هم نخوره، چون غذاشو بخوره اخبارشو گوش بده خوابشو بده من بیام. فرمودن نه من منتظر میمونم. ایشون میفرمود 20 دقیقه به 3 همسر امام اومد، یعنی نزدیک 1 ساعت 47 دقیقه طول کشید تا ایشون رسید و بعدم فکر کردن امام غذا خورده رفتن تو اتاق و تا بیان یه خورده دیر شد، نزدیک مثلا 3 شد اومدن ایشون نشسته. فرمود ما گفتیم الان عکس العمل امام چیه؟ امامی که با این نظم بوده حالا امروز 1 ساعت نظمش به هم خورد. فرمود بلند شد جلو پای همسرشون، فرمودن خسته نباشید خوش آمدید بیایید نهار بخوریم. در پایان توجه شما رو به تلاش یک جوون هنرمند برای تقلید حرکات یکی از خوانندگان معروف جهان جلب می‌کنیم. قضاوت در مورد میزان موفقیتش بر عهده خودتون. Yeah.